این جمعه رو با یه مرغ بریون خونگی اومدیم که هیچ جا شبیهشو نخوردیم. اول از همه مرغمون رو داخل یه ترکیب که تشکیل شده از آب یخ، نمک، شکر، یه خورده برگبو، چند برش لیمو و کرفس و سیر میخوابونیم 6 ساعت داخل یخچال. بعدش مرغ و از آب در میاریم و میریم سراغ مزه‌دار کردنش. ادویه‌ها رو با روغن ترکیب میکنیم و با زدن چند تا سوراخ توی مرغ ترکیبمون رو قشنگ میمالیم روش. داخلش هم با همون مایه و سبزیجات معطر پر میکنیم. اضافه این ترکیب رو میریزیم کف قابلمه و سیب زمینی ها رو با ضخامت 1 سانت میچینیم کفش. بعد اون پیازهای حلقه‌ای، حالا هم مرغمون. یه چند تا حبه کرم با خلال دندون روش میزنیم تا کم کم آب بشه و بریزه روی مرغمون. حالا هم یه فویل که هوا خارج نشه. به به چه عطری داره. در آخرم این شکلی چیدیمش رو دیس و ترکیب روغن کره رو بهش اضافه کردیم. فقط سیب زمینی ها رو ببین. اینم یه مرغ بریون برای وعده آزاد جمعه که قشنگ احتمال سکته قلبی داره. نوشه جان.